با قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحانات مرکزگزینی داخلشوی با مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان از 1 مارس آغاز گردد تا 15 اپریل ادامه می‌یابد. در این دوره خواهشمندانی که طبق ترتیبات مقرر گردیده برای اشتراک در امتحانات مرکزگزینی داخلشوی حقوق دارند، نوابسته از مؤسسه تعلیمی انتخاب کردهشان می‌توانند به یکی از نقطه‌های با قیدگیری برایشان نزدیک حاضر شدند با پیشنهاد حجت‌های ضروری از قید گذرند. نقطه با قیدگیری در شهر تورسونزاده که برای با قیدگیری داوطلبان از شهر تورسونزاده و ناحیه شهرنو پیش بینی شده است، در قطار دیگر نقطه‌های قبول سیار فعالیت خود را خوب به راه مانده است. لازم به قید است که یکی از نوگانی‌های امسال سال جاری پیشنامه‌نویسی را در حالت برخط آنلاین یعنی که پیشنهاد کرده شده است و این امکان می‌دهد که داوطلب خود را در این سامانه خود را پیشنامه‌نویسی کرده بعداً به یکی از نقطه‌های با قیدگیری آمده خود را رسما نام‌نویسی کند و می‌باید برای داوطلب لازم است که پشت الکترونی داشته باشد و طریق پشت الکترونی به اون داوطلب رقم مشخصی روی کرده میشود، ارسال کرده میشود که تا که خود را در نقطه‌ای که در سامانه پیشنامه‌نویسی خود را بسنج نوشته کرده میشود. جاری نمودن نظام امتحانات مرکزگزینی داخلشوی توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکان داد که امتحانات قبولی داوطلبان شفاف و عادلانه صورت گیرد و شرایط مساعد را برای دسترسی برابر به تحصیل فراهم آورد. طبق فرمایش مذکور شخصان داوطلبان هستند که از مبلغ مقرر نموده 50% را میسپارند و 50% این مبلغ هم باشد 125 سومان است و این مبلغ را کی میسپارد؟ البته این اول شخصانی تا 21 ساله که پدر یا مادرشان وفات نموده است و دوم معیوبان گروه‌های یکم یا دوم و کودکان معیوب. امسال نیز از روی معلومات آموزگاران شماره داوطلبان مؤسسه‌های تعلیمی شهر تورسونزاده در مقایسه با سال گذشته بیشتر میباشند. اکثریت محصلین باوری دارند که از عهده سپردن امتحانات برآمدن تحصیل را در دانشگاه و آموزشگاه‌ها ادامه خواهند داد.